مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که سانحه 24 مارس سال 2022 یکی از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی با ارسال نوار قاعده ویرانکنی راننده ماشین تمغه مرسدس بنز از کارمندان میلیته پایتخت تاجیکستان خواسته است تا نسبت به راننده این ماشین چاره‌های دخلدار قانونی اندیشند. کارمندان میلیسا به طور فوری شخصیت راننده و مکان صادر کردن این قاعده ویرانکنی را معاین کردند. آشکار گردید که حادثه مذکور سانحه 23 مارس سال جاری در شهر بختار ولایت ختلان صادر شده. راننده ماشین تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 1200 SD01 شهروند ملیکوف میروجدین سال تولدش 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فیدن می باشد که از جانب کارمندان میلیته پایتخت در حدود شهر دوشنبه بازداشت گردید. چنانچه در نوار دیده می شود نامبرده قاعده های حرکت در راه را دغلانه ویران نموده افت خود را یک باره از جای است به حرکت درآورده است که با این عمل خود حالت خطرناک و صدمه‌آور را به وجود آورده است. گفته می شود در اطلاعیه وابسته به حالت مذکور نسبت به ملیکوف مهراجدین طبق طلبات ماده 325 قسم 3 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده او را برای دغلانه ویران کردن قاعده های حرکت جریمه بستند و همزمان قطعاً آگاهش کردند که در آینده چنین کار را تکرار نکند. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه کوشانیان با عریضه زن 35 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که شب 21 و 22 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 01:20 شخصان نامعلوم با راه پنهان به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 2520 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 16 ساله ساکن ناحیه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.